مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز در برنامه پشت پرده میخوام یک موضوع جذاب و پربحث البته بین بیشتر خانوم ها رو برای شما افشاگری بکنیم در خصوص عملهای زیبایی که یک سری بلاگرها و افراد معروف و مشهور انجام میدن داخل ایران و گردن نمیگیرن و میگن ما ذاتی و خدایی نچرال با کلاس لکچری بودیم و دماغمون کوچیک بود و اما همش فابریک کارخونه ای بوده. و امروز میخوایم به شما نشون بدیم یه سری ویدیوها رو از یه سری از بلاگرها که اینطوری نیست و خیلی از این افراد تو طول چند سال گذشته انواع اقسام عملهای زیبایی رو انجام دادن و حالا گردن نمیگیرن و بعضیاشون هم کلا پزشکاشون هم میبرن زیر سوال. این همه پول جراحی زیبایی میدن، بعد آخر سر میخوان استوری بگیرن 10 تا فیلتر میذارن روش. و از اون طرف این موضوع خیلی موضوعی هستش که توی این چند سال گذشته تو ایران جا افتاده، خصوصا یه سری از ایرانی‌های خارج از کشور که حالا مخاطب رسانه پشت پرده هم هستن یه مقداری یه پولی در میارن و یه اصطلاحاً به درآمدی میرسن، میگن که بریم ایران بکوبیم بسازیم. اما این آمار فقط مختص ایرانی‌ها نیست. اول یه سری آمار بدم بعد شروع کنم افشاگری کردن در خصوص چند تا از اینها. شاید معروف ترینش این چهره هستش که در طول چند هفته گذشته یکی از این بلاگرهای اصطلاحاً مدل ها ویدیوش خیلی وایرال شد و راجبش صحبت خواهیم کرد. اما آمارهای جهانی جالبه بدونید نشون میده که کشور آمریکا رتبه اول جراحی زیبایی توی دنیا رو داره. البته توی ایران هم شما فکر نکنید که توی 9 تای اول نیست. دلیل بر اینه که عمل زیبایی انجام میدن؟ نه، به خاطر شرایط اقتصادی بد و گرون بودن دستمزد بعضی از این پزشک‌ها توی ایران این اتفاق نمیفته و عملاً یه سری آمارها دقیق نیست. هرچند ایران هم هیچ وقت به سازمان بهداشت جهانی، به سازمان‌های مربوطه آمار درست و دقیقی نمیده. یارو با دمپایی و جوراب سفید و یقه بسته اونجا نشسته میگه آمار جهانی نمنه، بریم از آن ظهر و مغرب و عشا اینا رو به هم عطا بکنیم این صحبت‌ها. یعنی اصلا توی این لاینا نیست. اما خب آمریکا رتبه اولو داره توی مجموع عملهای زیبایی. برزیل و کره، هند و مکزیک و آلمان و کلمبیا و سایر کشورها بیشترین عملهای زیبایی رو دارن. اما جالب بدونید که توی ایران، حالا بحث این خانومه هم هست چون خیلی‌ها راجع به این قضیه می‌خواستن صحبت کنن، چون من ویدیو ایشون رو گذاشتم که ایشون این عکس واقعیش نیست و اصطلاحاً یه سری عملهای زیبایی و یک سری جراحی زیبایی انجام داده. بعد از اینکه حالا عکس ایشون رو گذاشتم، حالا جلوتر هم میرسیم به عکسای بدون حالا جراحیش قبل از اینکه عملهای جراحی انجام بده، من دیدم که ایشون یه واکنشی نشون داده بود، گفته بود که من نچرالم. البته تنها واکنش ایشون نبوده، خیلی از بلاگرها و خیلی از افرادی که ما راجعشون صحبت میکردیم و افشاگری میکردیم و میگفتیم که آقا اینا کوبیدن ساختن، بعد دیدیم که گردن نمیگیرن یا نه ما نچرال اینطوری بوده. بخاطر من تصمیم گرفتم که یه تحقیقی بکنم و یه سری آمارها رو به شما بدم، شاید جالب باشه براتون. توی ایران سالانه بیش از 80,000 عمل جراحی بینی انجام میشه و یک آمار عجیب و غریب. جالب بدونید که بیش از 16,000 اصطلاحاً توریست بیمار یا توریست درمان میگن ما داریم در داخل ایران، فقط روی بحث بینی یا همون دماغ، رو بینی بگیم با کلاس داره، که میان داخل ایران و عمل جراحی زیبایی بینی رو انجام میدن که یک آمار عجیب و غریب و یک گردش مالی وحشتناکه. اما توی ایران جالبه بدونید که یه سری عملهای دیگه هم انجام میشه. مثلا حجم سینه ما توی ایران رتبه اول رو داره، بزرگ کردن، کوچیک کردن، فرم دادن یا چیزهای مختلف. این عمل جراحی رتبه اول رو داره. کوچیک کردن شکم رتبه دوم رو داره. حالا بعضی از این خانم هایی که حالا بچه به دنیا میارن یا اصطلاحاً
به مقداری اضافه وزن پیدا میکنن. دو تا عمل اول، حالا بحث سینه و کوچیک کردن شکم رو توی صدر اصطلاحاً کارهای اولویت دار خودشون برای عملهای زیبایی انجام میدن. جراحی پلک و جوانسازی پلک رتبه بعدی رو داره که یه آمار جالبتر به شما بدم که توی کره و ژاپن این عمل جراحی پلک و کشیدن یا اصطلاحاً بزرگ و کوچیک کردن پلک یا جوون کردن رتبه اول رو داره، به خاطر اینکه کشورهای کره و ژاپن خیلی دوست دارن که چشماشون رو شبیه غربیا بکنن، از اون چشمای کشیده ظاهر خودشون رو عوض کنن بیارن سمت غربی. و از اون طرف جالب بدونید که کشورهایی که غربیان دوست دارن که چشاشون شبیه شرقیا بکنن. کلا تو دنیا همه چیز پکیجا جوره. مثلا اونایی که توی اروپا هستن خیلی از مردایی که اصطلاحاً مومشکیان و شبیه خودشون نیستن بیشتر حال میکنن. از اون طرف حالا مثلا ایرانی‌هاشو من برای شما مثال بزنم، از زنای بلوند یا زناشون از مردای چشم روشن بیشتر خوششون میاد. همیشه این تضاد باعث جذب میشه. توی ایران تا سال 2016 عمل بینی در رتبه 4 قرار داشت و این آمار تا سال 2023 به رتبه 2 ارتقا پیدا کرد و ایرانی‌ها رکورد زدن توی عمل بینی. این آمارا رو دادم که برسیم راجع به این خانم صحبت بکنیم. یه ویدیویی چند وقت پیش توی فضای مجازی وایرال شد که شاید خیلی از شما دیدید. این ویدیو رو من میذارم ببینید و راجعش صحبت میکنم. خوب الان؟ عالی. عالیه دیگه 100% اصلا دوربین رو مدل این خفنی تا حالا ندیده. آخه تو اگه خوب بودی که عروس میشدی، نه مدل عروس. واشت حالا کسی اینجوری این ویدیو خیلی وایرال شد توی فضای مجازی و این خانومه میگفتش که من آدمی هستم که نچرالم و هیچ عمل زیبایی انجام ندادم، اما حالا میخوایم یه سری تصاویر از ایشون قبل از عمل جراحیش به شما نشون بدیم که شروع میکنیم تصاویر رو ببینید داستان از چه قرار هستش. این یکی از تصاویر هستش که ایشون داشته لامصب یه زاویه سازی و یه چیزای مختلف انجام داده. البته این فکر کنم یکم بدتره، گونه و مونه و فک و اینا رو زده و کلا کوبیده ساخته. این دکترم آقای دکتر امیر هاشملوه. حالا یه تبلیغ هم براش میشه، خواهشاً پشت پرداخت کنم تبلیغتون میکنم، ولی ماشاءالله چی ساختی هاشملو. این چهرهشون، حالا اگه بخوایم یه مقداری برای شما این قضیه رو جا بندازیم، من این دوتا تصویر رو میندازم کنار هم دیگه، ببینید چیکار کرده ایشون قبل و بعدش. و حالا تصاویر دیگر رو ببینید، این همون تصویر است و این هم ست شدن دوتا تصویر کنار هم دیگه است. ببینید آقای دکتر چه کرده و کلا دکترها چه کردن در خصوص این افراد. حالا جلوتر همینجوری تصویرش بهتر شده و این هم یه تصویر دیگهش بوده. این هم یه تصویر بعد از اینکه کوبیده شده ساخته شده. ویدیو هم اگر اشتباه نکنم ازشون داریم. این هم یه تصویر دیگه، این هم یه ویدیو. حالا ببینید ویدیو از زوایای مختلف. این عمل جراحی که انجام میدن دیدید دیگه، بعضیشون این لهجهشون هم عوض میشه. یعنی قبلش که میگن دکتر این عمل زیبایی ما رو انجام بده، میکوبن میسازن، اینجوری میشه دکتر میشین تصویر من رو یه بار دیگه نشون بدی من ببینم که چقدر تغییر کردم. یعنی انگار دکتر لهجهشون هم عمل کرده، اعتماد به نفسشون هم میره بالا و جالب بدونید که نوع نگاهشون هم تغییر میکنه. الان نگاه کنید مثلا اعتماد به نفس پیدا میکنن، بعد همین ها میان یه رخ کار و چوسی کار میان و بقیه که ما نچرال این شکلی بودیم. حالا بازم هست ویدیوهای دیگه از ایشون که میبینید کلا چجوری کوبیده ساخته این خانومه. این ویدیوشو من به شما نشون بدم و این اعتماد به نفس کاذب رو ایجاد میکنه براشون و خیلی از سلبریتی ها و بازیگرها این عملهای زیبا رو انجام دادن، مثل لیلا بلوکات و نیوشا زیقمی و نمیدونم بهنوش بختیاری که همیشه میگفتن دماغم عمل کردم، اما یه عدهشون گردن نمیگیرن.
مثلا لیلا بلوکات این سینه رو گنده کرده، یه سری از بازیگرای دیگه، اما نمیان گردن بگیرن. که امروز ما تصمیم گرفتیم که شروع بکنیم راجع به این موضوع صحبت کردن. این تازه قسمت اول پشت پرده ماجرای جرایای زیبایی یک سری از این افراد و اشخاص معروف و مشهور توی فضای مجازی هستش. این قسمت اول. تو قسمت‌های بعدی بیشتر صحبت میکنیم راجع به این موضوع و راجع به این افراد بیشتر افشاگری میکنیم. حالا اینجا یه تبلیغ شد برای این دکتره، اما در خصوص این افراد من نکته به شما بگم، واقعا اجحافم خدایی میشه در حق این دکترا. دلیلش هم اینه که مثلا یه سلبریتی میره پیش یک دکتر زیبایی، عملا سودی واسه اون دکتر زیبایی نداره. چرا؟ چون اون سلبریتی میگه که تصویر منو نذار یا از من صحبت نکنی، یا یعنی خیلی میخواد این قضیه پنهان بمونه و به خاطر اینکه میخواد بگه من مادرزادی خوشگل بودم، کارگردان ها و افراد مختلف بهش بازی بدن و تازه اون دکتر براش ضرر هم هست. میگه یه آدم غریبه باشه من میام 4 تا عکس ازش میگیرم، اونو میکنم مدل و میکنم توی پیجم و دیگران میبینن. اما اون سلبریتی، اون آدم معروف و مشهوره که میاد پیشش استرس بیشتری میگیره. اما خدای دیگه چی میسازید دیگه، ما هم بریم یه موی چیزی برامون بکاره. و این دکترا نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه آمار مصرف قرابچ رو از این اسپانسر برنامه افزایش میدن. یعنی چون لولو رو تبدیل به اولو میکنن، دوستان هم میبینن و توی فضای مجازی میزنن و حالش رو میبرن. این قسمت اول بود. منتظر قسمت‌های بعدی ما در خصوص افشاگریمون از این آدم‌هایی که کوبیدن و ساختن و از لولو به هلو تبدیل شدن باشید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنون از شما.